حالتون چطوره؟ بعد از 1 ماه قرار یه ویدیو جدید بذارم. این Gossip About God. Welcome. مهمون امروز برنامه‌مون مائده است. Hi guys. اولین بار توی ویدیو یوتیوب امیدوارم که عملکرد خوبی داشته باشم. کلا این منظورم اینه که خوب باشم. امیدوارم عملکرد خوبی تو این آزمون داشته باشم. خدای منو ببخش. اوکی. امروز قراره در مورد یکی از تراژیک چی بود کلمش؟ تراژیک نه تراژدیک. امروز قراره در مورد یکی از تراژدیک ترین داستان‌های عاشقانه یونان باستان به شما حرف بزنم. آخه شروع کن. این داستان در مورد اورفیوس، یکی از سازنده مساوی نوازنده. این داستان در مورد یکی از نوازنده های یونان باستانه که انقدر خوب بوده دل سنگ و آب میکرده شعراش. اصلا همه موجودات عالم فقط وای میستادن که ایشون ساز بنوازن و اونا فقط بشنون. این داستان در مورد اورفیوسه و در مورد عشق زندگیش یورودایسه. آقا نمیدونی چی شد که چی اومدم که بگی چی شد. اینها 2 مرغ عشق زیبا عاشق هم میشن. بودن عاشق هم بودن میشن و عروسی میکنن، خیلی خوشحال و خوشبخت و شاد. و اونجا زنش میمیره. بعد عروسی زنش مرد. یه دونه مار میاد نیشش میزنه و این میمیره. آخه واکنش صادقانه کائنات به یک لحظه خوشبختی من. آخه خوشحالی؟ بخور شابون. و اورفیوس خیلی ناراحت و غمگین، اصلا شکست عشقی خورده، زنش رو از دست داده، راهی جهان زیرین میشه که بره پیش هیدس و ملکشون تا ازشون طلب بکنه که آقا این زن ما رو بدیم بریم. رفته من یه چیز ازم خواستم. اون زن حق منه، سهم منه، این طلب مال نقی، حق نقی بود. هیدس اولش میگه که نه منطقیه، نمیدم، مرده دیگه نمیدم. میخوای چی کار کنی؟ اگه خیلی میخوای چی کار کنی؟ اورفیوس سازشو در میاره، میگه الان در میارم سازمو و نشونتون میدم چی کار میکنم. و مینوازه. یه طوری بوده نوازشش که کل جهان زیرین ساکت میشن که فقط بتونن این داستان عاشقانه‌ای که اورفیوس داشته میخونده رو گوش بدن و شروع میکنن به گریه کردن. انقدر اینجوری بوده که عشق زیاد. طبق تجربه آدم ها میتونن از دیدن یه سری صحنه گریه کنن یه مدت طولانی. عشق زیاد من ناراحت کنم. آره عشق زیاد ببینن یه جا ناراحت چن گریه کنن. آره. بعد اونجا هیدس دلش به حال اورفیوس میزونه که آخه جوان مردم زنش مرد. میگه اوکی. میگه اوکی ما
زن تو باهات میفرستیم بیاد، ولی یک شرط داره. هم گفتی چه شرطی؟ شرطی. تو که داشتی از پله های جهان زیرین میرفتی بالا، این زنت پشتته. اگه حتی یه نیم نگاه هم برگردی عقب بکنی، ما اینو میگیریم ازت. همینجور کلتو بنداز صاف برو، این پشتته، این زنده میشه. مفرسم میگه که چاکر داداش، دست شما درد نکنه اعلی حضرت. آقا این میره از جهان زیرین میره بالا، صدای پای خانمی رو میشنیده. این هی میره بالا، هی بیشتر صدا میشه. یه قدم مونده بود بیاد بیرون که برمیگرده خب نگاه میکنه. هیچی دیگه، میبینه چه مسخره. خانومی تبدیل به پود شد رفت، در حالی که جمعه نه تراژدی که نیستش، زنش تو دستش بود، بعد خراب کرد. یعنی چی؟ آخه اسکل پلشت، یه قدم مونده، یه قدم میذاشتی اون طرف برمیگشتی. هی تو وای نزد یه قدم بذاری اون طرف برگردی. نتونسته کنترل کنه، الان از کف پاره کرده. از عشق زیاد میگه که صدای تو رو من دارم میشنم، من دیگه نمیتونم، داره راه میره. آقا هیچی دیگه، این از فرط ناراحتی میاد بیرون از جهان زیرین، دیگه عشقو میذاره کنار، میگه همتون همینو میگید، دیگه از همتون ناراحتم، تم شد دیگه، نه آهنگ عاشقانه مینفس، هیچی. بعد اون یه خانمی هایی بودن اینطوری که عاشق و دلباخته سازه های این بودن و اینا. بعد اینجوری میگفتن که سلام، و اونطوری بود که همتون میگین سلام بابا ولم کن اسکلا، همتون میمیرید، همتون اسکلین، همتون میرین مار میگزت مار میزو بخلو. اینم عصبانی میشن، سرشو میزنن. خانم اینجور که من گفتم سلام عزیزم، من سلام بک ندارم، من عاشق تو بودم، زبون نفهم. وای هیچی دیگه، سرشو میندازن توی رودخونه و اورفیس همینطوری که داشته با آب میرفته شروع میکنه به خوندن غمناکترین آهنگ عاشقانه تاریخ و همه اینجوری بودن که بنده خدا مرد دیگه. یه سر که تو آب میره آهنگ میخونه. Welcome to Horror Movie Part 2. گناه داشت خب دیگه، انقدر بنوازی میتونسته با آهنگاش عوض کنه شکل جهانو. اولا که یه قدم میمونده برگشت، بعد اینکه کسی که عاشقش بودن بدن کشتنش. خیلی داف بوده و این پا نمیداده. من گفتم که این سری که برای من نجوشه، نه دیگه که برای من نجوشه، سر سگ توش. نمیدونم که این سر چجوری میخواد بجوشه، سری که بیجوشه چه شکلیه. این بود از داستان امروز ما. هیچ ربطی به داستان قبلی نداشت. این فقط یه تیکه اینجوری سورپرایز زی بود. Come I am back. Guess who's back? Back again. Hana's back. Tell a friend. خلاصه که سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید برام، شیر کنید اینو. Tell a friend. Guess who's back? Back again. من همینه میخوام. ولی خب دوستتون دارم. خداحافظ.